با درود به همراهان عزیز فروشگاه آسیاوند. چیزی که تو تصویر مشاهده میکنید یک پالت حاوی بیل مکانیکی مقیاس بزرگ تمام هیدرولیک و 100% فلزی است، کاملا حرفه‌ای. یکی از جدیدترین بیل‌های آرسی کنترلی از مجموعه ماشین‌آلات راهسازی، ولی خب این یک مدل هست، خیلی حالت اسباب بازی نداره. در کنار قابلیت‌های تفریحی میشه به عنوان یک وسیله برای ارائه توی نمایشگاه‌های راهسازی و تجهیزات سنگین راهسازی استفاده کرد. کارایی خاکبرداری داره، قابلیت خاکبرداری توی حجم‌های نسبتاً بالا به نسبت سایز خودش و قابل قیاس با مدل‌های اسباب بازی نیست. یه سری ابزار و وسایل و قطعات برای راه‌اندازی همراهش عرضه شده که خود من هم نمیدونم چی هست. البته ویدیو رو پاوز می‌کنیم، من این بخشا رو باز می‌کنم، بعد یک نگاهی بهشون خواهیم داشت بابت کاهش تایم ویدیو. خب رسیدیم به این مرحله. یه سری از بخش‌های تزیینی که کاملا مشابه نمونه واقعی هست رو توی بسته‌بندی برای ما قرار دادن. تا جایی که میدونم بر اساس تصاویر مرجع و رفرنسی که ارائه شده قبلا برای ما، اینا قسمت‌هایی هست اکثرا که باید جدا نصب کنیم بعد از خارج کردن وسیله و اینا تو نمونه واقعی این بیل مکانیکی کت وجود داره. تماما فلزه. الان من چیزی که میبینم خیلی خوش ساخته، خیلی دقیق با جزئیات و ریزه‌کاری‌های زیادی توش لحاظ شده. داخل این پک آبی هم استیکر قرار داره، ست برچسب‌های تزیینی 6015 بی کاترپیلار. خب اینو میشه بر اساس سلیقه خود کاربر روی بیل مکانیکی نصب کنه این بخشا رو، این استیکرها رو. یه پک دیگه داشتیم، اینم جالب بود، کاملا فلزیه، به این شکل نصب میشه احتمالاً. نردبون و پله های بیل مکانیکی است برای رفتن به کابین که مشابه نمونه واقعیش. اینم که مشخص رادیو کنترل، رادیو کنترلی که ما درخواست دادیم روی این بیل مکانیکی ارائه بشه بالاترین ورژن بود و هست که قابلیت عرضه داره به صورت پیش‌فرض. با یه تغییر توی نام و کد رادیو کنترل های از این سبک ممکنه قیمت به کل تغییر پیدا کنه به خاطر آپشن، با اینکه ظاهرشون ممکنه نسبتاً شبیه باشه. از برند فلای اسکای هست. مدل دقیق با کدش رو توی کپشن می‌نویسیم. حالا اگر دوست داشتید تحقیق کنید و یه سری اطلاعات دقیق ازش داشته باشید میتونید ببینید کپشن رو. توی سایتمون هم البته قابل رؤیت هست اطلاعات این رادیو. خب میرسیم به اصل مطلب و خود ماشین راهسازی بیل مکانیکی، بیل خاکبرداری کت مقیاس بزرگ. من این رو سعی میکنم که به شکلی که صدمه نبینه و خط و خش رو بشناسته بخشا رو از روش باز کنم. تکون میخوره البته با یک دست یا دو دست، ولی متاسفانه قابل بلند کردن نیست. این رو خارج میکنیم و در ادامه بقیه ویدیو رو خواهید دید. خب روشن میکنیم، دکمه پاور. استیکرها رو هم نصب کردیم، البته چند تا استیکر دیگه هم داره. روغن هیدرولیک هم توی مخزن ریختیم به مقدار لازم. چند تا بخش فلزی بود که توی طرفین بیل قرار میگیره، اونا رو هم نصب کردیم. خب یه چند تا حرکت رو باش انجام میدیم، ولی ویدیو کامل بابت نحوه کارکرد و عملکردش رو جدا براتون ضبط میکنم. خب رادیو کنترلی که روی این بیل ارائه شده فلای اسکای PL18 EV هست. میشه گفت تقریبا امروز که در سال 2024 هستیم
یکی از بهترین رادیو کنترل هایی که روی این سبک وسایل RC هیدرولیک عرضه میشه. برای روشن کردنش این دو تا دکمه رو باید به صورت همزمان بگیریم. تاچ هست، قابلیتاش خیلی زیاده، قابلیت برنامه‌ریزی داره. تخصصی این رادیو رو بیشتر برای وسایل راهسازی دارن استفاده میکنن این روزا. البته پروازی هم هست، ولی خب توی صنف ما بیشتر برای راهسازی و مدل‌های حرفه‌ای راهسازی استفاده میشه. خب این هم برای پمپ هیدرولیکه که فعال میشه به میزانی که میخواید. میتونید شدت پمپ و قدرت و دورش رو تنظیم کنید. حالا من با حدود 50% انجام میدم. کاملا از طریق پمپ هیدرولیک داره انجام میشه این بخشا و خیلی خیلی قویه. بذارید ویدیو کامل رو من به صورت جدا براتون ضبط میکنم چون نکات بسیار زیادی داره. در صورتی که این ویدیو رو پسندیدید لطفاً اون رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. مرسی.